ویدیو دوم خوش اومدی. حالا ما تو این یکی ویدیو حالا باید چیکار کنیم؟ ما الان هیچ کاری نکنیم، همه چیز سر جاشه، اصلا هیچ فرقی نکرده، این خونمون رو هیچ فرقی نکرد. فقط تو ویدیو دوم بریم برای درست کردن تخت. البته باید تو ویدیو اول درست میکردیم ولی خب ما گوسفندی پیدا نکرد، ولی الان دیگه همه چی اوکی میشه. بریم واسه پیدا کردن گوسفند. من چند تا پشت دارم؟ یک عدد. یه دونم خونه میشه 2 تا. مبین یه تیکه آهن. بله بچه خب آهن خوردیم، خیلی چیز خوبی هم هست. آره دیگه پیش آهنین. مبین این قارا نمیخوای؟ من تو یکی شارم. خب من آهنم بکنم، یه دونه میشارم آهن. خب اشکال نداره بچه ها، حتما آهن چیز خوبی. من اینجا یه تونل درست کنم قبل که من یه لحظه برم پایین ببینم آهن دیگه به غیر از این پیدا نمیکنم. به به چقدر آهن واقعا چیز خوبیه. بریم واسه رفتن به پایین. خب یا حسین زندگی پیسه قاردی شروع شد. بابا اینجا هیچی نیست، هیچی نیستش بچه ها. با اینجا بریم بیرون، خیلی واقعا بی خدا، خیلی بدم میاد اینجا. بریم بابا ها چی داره اینجا؟ با اینجا رو باید یادم میونه یه قاره خیلی بزرگی اینجا هست. چه خونمونه دیگه این درخت. خب میریم واسه گوسفند. هرچی خوک هست تو بازی بکشین، ولی سعی کنین زیاد حیوانات نکشین، چون برای پرورش حیوانات کم حیوان میارید. مثلا آره مثلا گاو میخواین پرورش بدین یه دونه پیدا خورد باز یه لحظه قرمز شد. باز رفتی قار تخانه ساختی. باز شروع کرد نوبه. خب بچه ها من یه دونه گوسفند کم دارم، اون گوسفند رو پیدا کنم. برو بینم ها. خب بچه ها میریم واسه کندن شن، ولی بیل به خودم نیاوردم برم بیل بیارم. بیل 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 بیل. بچه ها بیل من کو؟ اینا. خب غذا نبردم، این غذا رو بذارم اینجا بپزه. یه سری غذا با خودم ببرم، 3 تا اینا با خودم میبرم. وسایلی که نیاز نیست میذارم بالا. عجب. اینا میذارم. بیل بمونه اینجا. اینجا شمشیر میذارم، تبره میذارم اینجا. کلنگم میذارم اینجا. اینم اینجا. بسه بریم بچه ها، بریم واسه یه شن. حالا برای چی میخوام شن بکرم؟ چون با شن میشه شیشه درست کرد و خونه رو تزیین کرد. بریم واسه کندن شن. دیگه چقدر با بیل سریع تره، ولی با دستم میشه بکنی، فرق نمیکنه. خب آب اومد زندگی منو خراب کنه. 2 تا شن هدر دادم. ولش کنه آب بیاد مگه چیه. آراسی زیر آب خیلی سخته بکن. خب یه سری بلوک دیگه اینه دونه دونه بکنیم بریم بالا. ولم کنی ولم این خاکرم بکنیم و خب بریم واسه شیشه درست کردن. واسه در درست بریم نه بریم اول نیشکر رو اتر نمیزنیم و اینجا که بزنیم دوباره میشه بکنیم. همینجوری بیشتر نیشکر رو چه به درد میخوره تو ویدیوی بعد بهتون میگم. خب ما میریم واسه آب کردن این شنا. ممیز و قرصن کم داریم. هیچی ندارم متاسفم. بعد بیاری فعلا اینو اینجا چیکار میکنه؟ این بلوکا باید برن اینجا. قارش دست من نظرم اینه که اینجا که نه، اینجا هم که نه، اینجا هم که نه، همین اینجا. دم خانم کلیپر پیدا شد. یه دونه اینو بذارم اینجا. بریم تو. بیده نداره ای تو اون روح پدر و مادره. خب بچه دیوار خانم خراب شد. میریم اینجا رو میخوایم بکنیم چی؟ برای کشف معدن. اگه یه موقع مثلا آهن نتونستیم پیدا کنیم یا مثلا هر چقدر گشتیم تو قار پیدا نکردیم، این حرکتی که الان دارم بهتون میگم یکی از بهترین حرکت ها برای دایموند و آهن یا هر چیز دیگه بهترین حرکت اینه. هم چراغ بیارم. چراغ نداریم، باز باید چراغ درست کنم. بچه ها میریم برای درست کردن چراغ. امنیتش زیاد کنم. خب یه چراغ میریم برای برداشتن در. یک عدد در میذاریم اینجا. یک عدد چراغ میذاریم داخل اینجا.
جوجو شد. آه یک عدد دیگه هم اینجا میذارم. آه خیلی جا خوب شد. خب میایم تا بریم وسایل‌های برای درست کردن اینجا رو بیارم براتون. به این ما به اینا نیاز داریم، بعد به یک عدد چست نیاز داریم که به چوب نیاز حالا برای داریم. من غذا بیار. کی من چوب ندارم. خب یا چست همون یه دونه، حالا بسته تا موقعی که پر شد. چست نمیذاریم اینجا. وسایل‌های مثل کلنگ و اینا رو می‌خوایم پر کنیم توش. کلنگ، کلی کلنگ سنگی. یعنی چی؟ چوب نداریم؟ فکر کنم که سنگ چوبامون نداریم. تمام. نه چوب نداریم. کلنگ درست کنم. خاک تو معدن خیلی آها اون به چوبا درد نداریم، فهمیدم. استیک نداریم. همه چوبا رو کردم استیک. چند تا کلنگ. واقعا دیگه یه چیز تموم شد. سنگ. فکر نمی‌کردم سنگمون تموم شد. هیچ وقت فکر نمی‌کردم به سنگ احتیاج داشته. بسته و چند تا درست می‌کنی؟ بسته. بیا برو این آهنا رو بپزا. خب ما بریم برای درست کردن شیشه خونه. با بیل بکنم بهتر. یک عدد برای خب بچه چرا بزنم گم بریم نشه. برای نظرم اینه که اینم من کجا بکنم، آمدم پایین اینم آخه؟ بکنم، بعد اونم بکنم، اینم بکنم، اینم بکنم، بعد اینم بکنم و اینم بکنم. خب عالی شد. اینجوری خیلی بهتره. اینجوری خونه جا بدبختیه ها. در وای مثل اینجا. برو اینجا. خب اینجا رو حالا میذاریم شیشه. عجب پسرش من نمیدونم چرا هجوم میشه. این اینجا، اینم از اینجا تموم شد. خیلی قشنگ نشدش ولی خب پیس شد. ولی هیچی بهتره. چی میخواستم درست کنم؟ خب بچه این از خونه جدیدمون. به خاطر یه دانه آخه. خب 5 تا آهنه میگیریم، یه دونه کلنگ آهنی درست میکنیم. ای وای آهنی به اضافه یک عدد سطل که یه دونه آهن کم داره. حالا میریم اینجا وسایل مهم مثل آهن، دایمون یا هر چیز دیگه یه میذاریم اینجا. خب بریم بچه ها، برای اینکه مثلا میخواین هر چی دوست دارین پیدا کنین چیکار میکنین؟ میرقصی. با حوصلم سر رفت تو خار. وایسین تا بهتون بگم. اول همه وسیله‌هامو من خالی کنم. یه لحظه وایسی. الان تا همه چی برمیدارم. اول همه کلنگا رو برمیداریم. هر کلنگی به غیر از کلنگ چوب. تبر به دردم نمیخوره پایین. چراغ میخوام، اینا میخوام. و بریم بچه ها کلی چوب بکنیم یه 2 تا تبر درست کنم. و سنگ نداریم، بریم یه چند تا سنگم بیارم. سنگ من یادم باشه از کجا آمدم ولی یادم نیست. ببین من از کجا آمدم این توه. عجب. سنگ بالاش سنگ هم قاره. سنگ اینا. بچه میریم برای کندن سنگ. من آمدم بیرون چیکار کنم؟ آب بردارم. اونم آبه ولی یخه. سعی کنین همیشه دستتان مرتب باشه، یه جا گیر کردین راست لازمت میگی. نباشه. همیشه هم آب داشته باشین، شب بیفتین تو لاوا. چه اصلا لاوا ببینیم پیدا کنیم. چرا اینجا اینجوریه؟ چرا زندگی اینقدر عجیب سخته؟ غریبه. خب اشکال نداره، بریم ما سنگمونو کندیم چند تا تبر درست کنم. نظر چیز این رو همیشه گوش بچه به چوب انقدر نیاز پیدا میکنید دهنتون سرویس میشه. همش چوب، همش چوب. بده. همش گوشته. بریم کلی همش اوه، گوشته. بیا منو بده. عجب سوسیسیه. هرچی که غذا بیاد پیش دارم. کجا می‌ری؟ من این ولد بیرونم. برو خانه نسل نقشه بزن. چرا نمی‌ری خانه نسل؟ برو خانه نام بزن. برو خلاص برو. ما بیاد وایسا برو خانه نسل بزن. من هنوز تخت خواب درست نکردم واقعا باورم نمیشه. کلا 2 تا هزار شد. من گند زدم. کو یک چی؟ گوسفند، یک عدد گوسفند، فقط یه دونه گوسفند. من گوسفند ندارم یا حسین. میشه بخوابی؟
میگم گوسفند ندارم، دنبال گوسفند میگردم. هر جا باشه پیداش میکنم، هر جای دنیا باشه پیدات میکنم. 2 متر قد دارم، یه هفتی. نشنیدم اینه که داری چه دکتر استیده، یادم رفت اسمش. اصلا بچه ها ندارم. یه فکری دارم بچه ها، نکنی من گل سفیدا رو میکنی برشو میداریم ببریم خانه ولی نمیشه. نمیشه با منم دانم. من خب من چی میخواستم؟ من فکر نکنم هیچ وقت پیدا کنم گوسفند. خدای شکر. یا حسین ببین اسکلت ها رو نه و ولم اسکلتون کنین هست که من نکشتم. ولم کنین ولم کنین. بچه هیچ گوسفندی در کار نی؟ نه چرا اونجا همه یه رو دونه من هست، کشتم. یه دونه هست. به 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 آقا گوسفنده چه خبر؟ دامولا شیمونی چه خبر؟ به گوسفند ای خدا. ای شعله بود مگه اینجا؟ بیافتادم اینجا داره بدبخت بودم. خب بچه بریم اینجا، بریم بهتر همیشه قبلی که ای بریم. چیزا رو بکنین یه ذره جلوتر چراغ بزنین که کلیپر رو اسکلتی مثل الان که من دارم مورد بدبخت عنایت قرار بده. الان مورد من یه جا عنایت. دیگه آهن دیدم. یا جادوگره. بریم آره اینجا سر به هیچی نی، سرش برو بزنیم. جلو. سر به سرش یه جو صدا در نمیاره. یا حسین اومد بریم. من غلط کردم. اون یه دانه بزنه من مردم جونم ندارم. اونا پرت میکنه. یا حسین یا علی خوبه که بلده درم باز کنه. بلد نی. چرا؟ بریم بچه ها بریم آموزش درست کردن گاو صندوق. شوخی کردم. در اینجا رو ببندیم. خب ما رفته بودیم چوب بکنیم ولی یه دونه چوبم نکن. خیلی سوال تو قرار برای من غذا بیاری و هنوز نیومدی. بچه ها من تخت سفید. بچه من کورم این هم آهن نیدم. شاید هم بچه ها من یه کاری میخواستم بکنم به جاش الان میکنم. ببین بچه ها من اصلا رنگ سفید خوشم چرا نمیاد. دایموند نیست؟ خب رنگ سفید رو پیدا کردم ولی مثلا رنگ سفید خوشم نمیاد. این تخت سفید درست نمیکنه. تخت بیمارستانی. آره تخت بیمارستانی میشه. اول میریم رنگ عنکبوت این میمونه اینا. میشه. ببین اگه میخواین تخت هر رنگی کنین گلش رو میکنیم. ببین هر کدوم یه گلی میخواد. ببین من نمیدونم حالا هر چی خودتون دوست دارین. فقط من الان چون رنگ زرد دارم فقط میتونم زرد درست کنم. اینا 3 تا درست میکنم. بعد که 3 تا درست کردم دوباره همینجا همین بغل اینا میایین زردش رو پیدا میکنین. شو 3 تا. من چرا میام بیرون؟ بعد اینجا میایین رو تخت زرد رو پیدا میکنین. تمام یه دونه تخت. به به بچه ها بله اینم از تخت زرد چه ما. تونل کوچولویی. بیمارستانی نیست، نمیشه بخوابید چون تو بیرون پر زامبیه. مثلا خیلی این کاری که میگه بدم میاد. اینجا بینم تو نمیذاری من بخوابم. فکر کردی کی؟ میخوای بخوابی؟ آره من رفتم خانه. به به شبتان بخیر. لالا سنجاب لالا آمد دوباره چی موقع؟ مهتاب لالا لالا لالایی لالا تو اگه حتما مدایی مثلا خاصی بازی داریم اونا هم میذاری. خیلی باحاله. مثلا بهتون بخوام مثلا بگم این مثلا الان اینجا شبیه نه اونجا شبیه ماگروفره. خیلی باحاله. با دخترانه. نه اینجور رنگی حالا تو مود صورتی هم داره. آها. همه چی دخترانه. آب نبات همه چی گلاب نباته. مود مهربان من میخوام بدارم. خیلی باحال. بچه یه مسابقاتی هم داره این ماینکرافت که حتما برای قسمت بعدی میذارم. همین یعنی ویدیویی که بعد این میخواد آپلود شه میذارم. مسابقات باحالیه مثلا پرواز کردن و اینا. دروغ میگی بهش گوش نمیدی. چرا؟ چی من با تو نبودم. بدبخت مسابقه سا نمیتونی منو ببری. خاطر اونه. اگه بازی دیگه ای مثل مورتال کمبت لطفا مورتال کمبت درخواست کنی که حتما براتون بذارم. خیلی از درخواست نکنی. چرا؟ من مورتال کمبت خودم میندازم زیر ماشین میرم بیمارستان. خب بچه ها پس آتیش نمیگیره. چی؟ اسکلت تو آب آتیش نمیگیره. جان در آخ من نمردی؟ نه دیگه. شدی. خب مومین تو این ویدیو تو چی پیدا کردی؟ 2 تا. 3 تا. 4 تا. 5 تا. 6 تا. 7 تا. 8 تا. 9 تا. 10 تا. 11 تا. 12 تا. 13 تا. 14 تا. 15 تا. 16 تا. 17 تا. 18 تا. 19 تا. 20 تا. 21 تا. 22 تا. 23 تا. 24 تا. 25 تا. 26 تا. 27 تا. 28 تا. 29 تا. 30 تا. 31 تا. 32 تا. 33 تا. 34 تا. 35 تا. 36 تا. 37 تا. 38 تا. 39 تا. 40 تا. 41 تا. 42 تا. 43 تا. 44 تا. 45 تا. 46 تا. 47 تا. 48 تا. 49 تا. 50 تا. 51 تا. 52 تا. 53 تا. 54 تا. 55 تا. 56 تا. 57 تا. 58 تا. 59 تا. 60 تا. 61 تا. 62 تا. 63 تا. 64 تا. 65 تا. 66 تا. 67 تا. 68 تا. 69 تا. 70 تا. 71 تا. 72 تا. 73 تا. 74 تا. 75 تا. 76 تا.
زیاد. خب بچه این ویدیو رو هم به پایان میرسه، میریم برای ویدیو بعدی. حتما منتظر بمونی، آپلودش میکنم. دروغ میگم بس داره. حتما این ویدیو رو ساب کنین، ای کانال ما نداریم حتما سابش کنین، زنگوله بغلش هم بزنین، ویدیو رو هم لایک کنین. خیلی ممنون، خدا حافظ.